لذت ببرین جدی. منو تو از همه جا دوباره میاد بالا و ما رو نصیحت می‌کنه. یا از زیر لیوان میاد بالا، بچه لذت ببرید از زیر لیوان. عجیبه. آره چیه ما؟ عجیبه. توی دنیای دیجیتالی که ما زندگی میکنیم یه رابطه‌ای هست به اسم رابطه پاراسوشیال. مثلا اون استریمر یا یوتیوبری که دنبال میکنیم توی زندگیمون یه جایگاه خیلی بالایی بهش میدیم و اصلا خودمون متوجه همچین چیزی نمیشیم. ممکنه ازش الگو برداری کنیم یا فکر کنیم خیلی آدم باحالیه، یا شاید هم آدم باحالی نباشه. حالا رابطه پاراسوشیال چیه؟ رابطه‌ایه که ما با اون استریمر یا یوتیوبر احساس خیلی نزدیکی میکنیم. ما توی زندگیمون به اون فرد یه جایگاه بالایی رو میدیم و ازش الگو برداری میکنیم، در حالی که اون فرد از زندگیمون هیچ خبری نداره، حتی از وجود ما هم هیچ خبری نداره. ممکنه ما اون فرد یه وابستگی خیلی زیادی داشته باشیم و روی زندگیمون تاثیر بذاره و یه جورایی تموم زندگیمون رو بگیره. وقتی زیادی به اون آدم وابسته بشیم ممکنه زندگی واقعی خودمون رو فراموش کنیم و از اون طرف توقعات غیر واقعی داشته باشیم که ممکنه باعث بشه خودمون رو به صورت غیر مستقیم ناراحت بکنه. یادت باشه این حسا واقعی نیستن و ممکنه جای زندگی واقعیمون رو بگیرن. و در آخر این که من خودم از این چیز ضربه خوردم و الان به یه نتیجه رسیدم که حس میکنم خیلی کمکم کرده. همون یه تیکه کوچیک خیلی کمکم کرد. بازم تمام تلاشمو میکنم که بهتر باشم. مرسی از کمکت. بده با بزرگت میشه صدا تو اینجوری یه ذره اتفاق اداشم در اومدم. با بزرگت میشه مامان خاله مریم. حاجی نگاه رشته ها با رو. بزرگت میشه مامان خاله مریم. یعنی که میشه یه لحظه اینو داشته باش بگم من این رنگی هم اون زغاله، تو زغالی، اون سیاه. ماهان بیا لحظه اینجا، بیا اینجا تو کادرم نیومدی. ماهان چقدر کار برق کرده؟ بله شما چقدر کار کردی؟ خسخل ماهانه. اتاق مهمی نیست. تیپا رو نگاه کن، ناموسا انگار از ده فرار کردیم. البته نو پرابلم. خب بفرمایید. اوه تکنولوژی. من یه چیز دیگه هم میخواستم تست کنم. شما میکروفون رو به اینجا بگیرید. نه بابات خوابه. صدا هلیکوپتر میده فکر کنم. سیستم رو نگاه کن. اصلا اینجا بگیره دیگه. این چیه؟ دوباره شده. چیکار کردی؟ ترکیده؟ 200 سال قدمت داره ایشون برای همین. شما چند سالته؟ من 18 سالم. چرا؟ چون 18 سال پیش به دنیا اومدم. خب با شما بگیری من راستی اول یه توضیح بدم. بفرمایید. داری ضبط می‌کنی؟ بله. خب من کلاه دارم. خب این دیگه ساین من از این بابت. علامت هد ساینه. هد ساینو بگی داداش. هند ساینی. بفرمایید ایشونو می‌خواید نگه؟ نمیخوام، من میخوام باز کنم. همین که هست. بچه 12 سالم دیگه بالاخره. اینم نیست. خشن، خشونت، پاتریک. خیلی گرنجی. ببخش. معذرت می‌خوام. اینم که باز کنید. ایوه. می‌خوانی؟ آره. بفرمایید. احتمالاً باید با همون باشه دیگه. ببین اگه اولش باشه با سر میرم تو دیوار. حرام پشمام. باید با سر برم تو دیوار ولی نمیرم. چرا؟ داشت پا بزرگ بکنم اونوریه. تو فکر نکن. کارگر سیاه دارم. شیرجه بزنم آجی کات بخوره بریم تمیز کنیم تایم لپس بگیریم. چرا نمیتونم حرف بزنم؟ کجا اینجا شیرجه بزنیم؟ آره. خب این تو رو ما قراره تمیز کنیم. نه اونجا رو قرار تمیز کنیم ولی
شیرجه بزنم که مثلا خب چه ترانزیشنی که هیچ رفتی به این ور نداره. شیرجه بزنم دیگه. خب شیرجه بزنم بعد وایسا چه یه لحظه دور شما. چه اتفاقی میتونه اونجا بیفته دقیقا؟ سلام. لامپه چرا؟ خب دوربین این ور. خب بزن دیگه اونجا رو بزن. بنده توش بعد من میزنم. نمیتونم بزنم که یزید. بنده توش. فهمیدم چه ممکنه یا بپاچه رو خودم. دن سرویس. باشه والا. این شب زیبا. سلام. سلام. شما که صداتون هست، شما میخوایی سلام بکن؟ سلام علیکم. روز چطور بود؟ از روزمون شروع کنیم. کار داری میکنی؟ من با پیشم. چطور بود 2 ساعت؟ امروز خوب بود؟ شما خود بعد تعریف ببین امروز روز سختی برای من که خوب بود. داشتیم اتفاقا راجع به سختی هم میگفتیم که خیلی سخته واقعا. اینکه مثلا اولش فکر میکنیم آخه خار سلام دوباره برداشت پنجم دوباره سلام. اولین بار همه حرف میزنی. آره اصلا من که نه، ما عادیه. تو که همیشه عادی دادش. آره داشتیم از امروز میگفتیم اینکه چقدر اینکه اصلا با میکروفون حرف بزنی سخته. آره واقعا استرس خیلی سخته. مثلا اولش فکر کنی عادیه ها، مثلا از دور فکر میکنی خب مثلا مثل یه روز عادی میفشه میکروفون حرفتو میزنی دیگه هیچی. ولی اصلا میای یه فشار خاصی اعتماد به نفس هست حاجی. آره حس میکنم زمان بگذره یه آره دیگه بازخورد خوب که بگیره. ما یک چی بهش میگم؟ چی بهش میگم؟ این که مثلا یه اینجوری بزنم پس کلت پسیه دیگه. نه یه کلمه ادبی تلنگری داشتی خیلی جذاب بود به نظر ما از آقای امیرعیزه. حالا اینش جذاب بود که خودت هم خیلی طرفدار امیرعیزه دی. خودش نه منم همین. آره کلا اول شما خیلی زدم که چرا بود و مثلا حس می‌کردم خیلی مثلا ضربه سنگینی، ولی خب نه بعدش فهمیدم که دلیلش چی بوده و اصلا دلیل نقده میتونه چی باشه. خیلی هم کوتاه بود، یعنی هم کمک کرد داداش. یعنی آره یعنی بعضا همون چند ثانیه خیلی کمک کرد. آره کلا تو 3-4 ثانیه حتی قیافم هم داش قبلا دیدتمون یه عکس هم داریم. آره داداش روزی 100 تا عکس یادش باشه ولی خب آره خوب بود همون 2-3 تا جمله، ولی کاش بیشتر انتقاد میکرد دیگه. خب میدونی من حتی کامل اون استریمو بودم، خب مثلا خیلی از آدمای دیگه هم بودن که مثل من مثلا ویدیوی 3-4 بود میدونی،
ولی مثلا طرف خیلی خوب بود واقعا، حتی تو ویدیو سوم چهارمش مثلا دست پر شروع کرده بود. میدونی من بذاره خالی شروع کرد، احساس کنم بذاره حقم داشت. میدونی شاید خیلی بهتر از منم بود توی قسمت اصلا که مثلا ببینه ویدیوشو. 100% بیشتر از تو بهترن. چی؟ درستش چی میشه ما؟ چی میخوای بگی؟ نه از تو بهتر خیلی بیشتر هست. آره 100%. آره خیلی خیلی بیشتره.